وضعیت اقتصاد که خیلی خرابه، یعنی روز به روز داره بدتر میشه. هر مملکتی با جووناش رشد میکنه دیگه. برای جوونا شغل نیست و کار کسب نگرفت. البته باید بودش بر بیاد، نه اینه که میگه. به اون وعده ها عمل بکنی. هیچ کاری نمیکنن برای ما. هیچ که فکریش کنید. برای جوون هیچ کاری انجام نمیدن. فقط امنیتشو. اینا میگن حد فقر 250 تومنه. پس چطور به یه بازنشسته 100 تومن میدی؟ کنکورو برداره. جوونان که آینده مملکت میسازن. به عهدش وفا کنه. کار باشه، زندگی باشه، مسکن باشه. حساب کتاب نداره مملکت ما. رک و راست. قانون به درستی اجرا بشه تو مملکت ما. کیلو میوه در ماه نمیتونم واسه بچه‌هام بخرم. آخه چند سال وعده وعید ندارم، با این حقوقا زندگی نمیشه کرد. در فکر مردم، در فکر مستضعفا، در فکر ضعفا، یعنی برای ملت کار کنیم. من به این شرط میام رأی بدم به رئیس جمهورم که بدونم پشت منه، ولی وقتی میام رأی میدم میبینم رفت فاتح، فقط همون لحظه اول میگه من برای جوونا فلان میکنم. نه، استخدامو بر انداختن، بیمه رو کم کردن، پیمانکاری راه انداختن تو مملکت. این کار به درد من نمیخوره. من آینده میخوام تو این مملکت. وقتی آینده‌مو نتونن تضمین کنن، تن به هر خاری و زفتی من میدم. آینده من باید تضمین بشه. وقتی نمیتونه تضمینش کنه، نیاد بشینه بگی من رئیس جمهور میشم. من رأی میدم که رئیس جمهورم پشتم باشه. چند سال جنگ و پشت سر اینا شعار میدن میتونیم میکنیم کردیم میوه کیلو 1000 تومان. ما الان میوه نمیخوریم. همه شعار میدن از مردم استفاده کنن تمام بود. ما شهید دادیم آقا، الکی ما شهید دادیم آقا، ما شهید دادیم به خاطر شهدا هم که شده ما این مملکت رو نگه هم داریم. ما کاری نداریم آمریکا چی میگه، ما کاری با همه مبارزه میکنیم. فقط تو رو خدا فکر ما باشید، فقط فکر ما باشید، ما کمک کنیم، ما هم به شما